قبول توفه قبول. سببگار خواندن من همین مادر من است. پدرم نمیمان تنها میمونم که مادرم گفت که از سر بچه‌م هم کار میکنم، گاوتم نگاه میکنم، اوقاتم میپزم، شاکتم میشم، همش میکنم، بچه‌م هم دابته بروا کنم. مادر چیزی عزیز است. وقتی هست پدر و مادر به قدرش نمیرسید. هست. من همین کردم با بگم هیچی نکردم. برای چی؟ همه چی دستم ده بود. یکی مادر من نگاه کردن نتونستم، پدر من ساز نگاه کردن نتونستم. برای چی؟ حاضر میستم کودکان میگم نبیرو من نصیحت میکنم که شکرانه کنیم. مرا نگاه نکنیم مادرتون نگاه کنیم. دعا بگیریم. همین است. همه مادر دخل دارد. کلان شدیم پدر و مادر رو وای میکنیم. پیر شدیم یک روز میشیم بتونیم خبر میگیریم دعای نیکی پدر و مادر رو گرفتم. من 12 سال پدرم در بیستری در بیماری خانه نگاهبین کردم. مادر من نگاه میکرد. کلان حاضر چیزی گفتم من حیاتی بگم. از هیچ یک چی میکرد تا وقتا برای دست خونده میمون شکمی ما را سیر میکرد. بسیار زحمت کشیدن. 7 یتیمی از اکاها دادراش ماندگی تربیه کردن، با وایه رساندن، خاندار کردن. در زمان جنگ رفتگی محنت میکردن، کار میکردن. در اویله هم در خواجگی هم کار میکردن تا وقتی چی داشتن. برای همین عزت احترامی پدر و مادر بسیار مقدم. نرین حج در دری خانه ما چه میرین حج؟ هر فردی که دعای نیکی پدر و مادر گرفته باشد حجش قبول است. خدمت پدر و مادر کجا میرین؟ این همین با میگویم 30 سال ما یک جا قریب رسید. هیچگاه در هیچ حالت همینه فراموش نکنید. هر من وقت ندارم، من سرکارم، فردی که مادر و پدر دوست میدارد ساعت شب میاد دیدار بینی میکند، کمک میکند، دستگیری میکند، طبابتش میکند، غمخوریش میکند. ما فراموش نکنیم مادر ما را هست کرده به دنیا. پیغمبر مادر به دنیا از دامان پاک مادر آمد است به دنیا. با این قدر مرتبه پیغمبری رسیده است. از آسمان نچکیده است. کردیم توفه من بسیار زیبا و کده است. قریب است پیدا شد. دست پنجه را بینید. کار میکنه. از مردم بسیار باید کار کنه. سخت. هیچی دنیا یگان چی نگفته است. یگان چیزی نه تنگه و طلا و نکش. یک چیزی فقیرانه ای داشتن. صحبت وی میکنن. دعا میدادن. صحبتی هم کنن. گم میزدن یک اکادمیک است. از نصیحت ها وی میکنن و چه میخیل. مادر خوب است. سخنی که مادر به فرزند میگوید نه زنت میگوید، نه دخترت میگوید، نه پیسرت میگوید، نه نبیره و ابیره اگه کسی دیگر. با فرزند 100 برای مادرت باشد، برای او تو کودکی، تو فرزند هستی. همین که سخنهای میگوید من نشیدم. اون سخنهایی که من از مادر شنیدم بگوید. برای منم نسبت به پدر و مادر بسیار
اگر پدر و مادر نمیشید ما نبودید در این دنیا، نبودید. سلامت باشید.